درود بر شما هموطنان گرامی. مشیری هستم، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس عرض کنم. از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13 اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی میکند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر رو میشه. فرار کردن یک عده‌ای از این لس آنجلس و اینها. بله. و خلاصه برای چی فرو میشه؟ 2000 ساله تولد مسیح. خب مسیح باشه. مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماست دیگه. خرافات، ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا بله سعدی رو باز کردم خدمت شما. یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی. حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کردیم. میفرماید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع، این پیرایه‌ای بر او بستن ایهام داره اینجا. به هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او را آراستن. گفت به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن یا فرض کنی زینت‌آلاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی. بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان چنگ سازها رو میشکستن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند. دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی هست و قدر دوستی رو میدانن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند به دلایلی باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار، که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمونم باز شیخ بزرگوار دارد. اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، نه دل من که دل خلق جهانی دارد. تماشای سرو و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چو تو سرو روانی دارد. بله. میگی یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. یه دشمن هم بشن اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارند. از دولت دوست
بله. به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهیدستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، که ره به عالم دیوانگان ندانستم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان می آید و می رود و روزگار همچنان می گذرد و بشر مدرن کشف های بزرگ می کند و تکنولوژی های اونچنانی و فضا را می شکافد به قوت عقل و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفتیم. یعنی وقتی یه آخوند آمده، 2 تا آخوند، 10 تا آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته، حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده، جهان رو نجات میده و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و اسب زین میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم. این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنه های اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی، یعنی ذهنیت این چنین چیزی رو پذیرفت، مثل یک کامپیوتری مونه که دستگاهش بسوزه، این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه رو میپذیریم. بعد میشویم دشمن حقیقت، عاشق خرافات، شیفته خرافات و موهومات و لاتائلات. این گرفتاری بزرگی است، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره، بابا باید علتش پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش. ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس، نه اینکه بگردیم اویدنس قلابی بسازیم، قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختیم. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم اون رو لمس بکنیم، دنیوی هست، مادی هست، اون ما رو به کجا میبره. دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان و هیچ موقع مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد، به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد. به جهت اینکه قادر به استدلال‌های عقلی نیستیم متاسفانه. رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان‌ها قضاوت هامون رو بعد اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اولا که اگر بین ما کسی هست بزرگی هست، سعی میکنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبرو حیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا میخونیم. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. این هم یکی از کاستی های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده‌ای در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی. چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود و خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگویند.
پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود، مرد حساب. اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته صبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، 10 نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازنده بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که بابا جان. یکی میخواست از بزرگی‌هاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم. ما رو انداخت بیرون و پولمون رو دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگی است که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض می شود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی، حالا آدم‌های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیست پیش گرفتی؟ قربونتون برم. شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چیه عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفایی است؟ من اصلا این آقای فرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی رو برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا. آخه بابا یک چیزی اصلا، یعنی چه این داستان‌های مسخره؟ بعضی این بچه‌هایی که اهل نمایشونا بودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوابشون نمیبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون. واقعا آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاطایل میگوین سیاسی بوده. چه چیز سیاسی بوده؟ کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنین درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن. ممکنه یکیش در مکزیک باشه، 2 تاش در ایتالیا باشه، 3 تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید. هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه. اینا هم نامه‌هاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه. به خصوص قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن، در حضور اینا باز میشه. آخونده جایزه سیاسی بود. چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروهی از هموطنان ما که تاریخاً خیلی کودتا رو دوست دارن و واقعاً کودتا چی هم؟ خب به هر صورت اینها نشستن که این آقای ترامپ کودتا کنه یا حمله کنه به ایران و عرض کنن که مملکت رو خراب کنه. شاید این آقایون رفتن ویله هاشون رو پس گرفتن. این هم از اون حرف هست. واقعا این هم از اون حرف هست. حالا مملکت خراب شد، مردم رو کشتن، هیچ اشکالی نداره. ما برگردیم بریم، مال ما بوده. آقا این مملکت مال هیچ کس نبوده، مال مردمه. مردم ایران هم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا بهشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایران، جنگ تولید کنه و بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینا به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چیکار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه. آقا من برای کشورم چیکار کردم؟
چیکار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف است. در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون پرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران. حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاطائل آقای ترامپ که دادگاه‌های آمریکا رد کردن، 3 تا قاضی یونانیمسلی همه با هم زدن در دهان آقای ترامپ. این آقایون چیه؟ ناراحتن و پریدن به بتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید یه وقتی ترامپ بت آدم بشه، ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. 1 ماه خورده است که رئیس جمهور شده. هر روز یکیشونو دارن میندازن بیرون. هر روز 4 تا لاسود علیه ای بابا هست. حالا 3 تا لاسود علیهش 2 روز پیش شد. یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی. این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب $40 رو مثلا میده $2000. اونا میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمن‌های بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان به نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه. حالا شراب بطری $2000 بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی. ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم و ایالت واشنگتن دوباره 2 تا لاسود بردن دادگاه علیه آقا. خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتی است آقا، وضعیتی است. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی 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 چیز بدی است. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هموطنان گرامی و بزرگوار تا چند دقیقه دیگر. چین به اون صدای نرم و لطیف و خانم اهدیه بودن اونجا، فکر کنم آقای اسماعیلی بودن اگه اشتباه نکنم و چند تن دیگر از هنرمندان. آقای استاد ظریف هم جوان هستن اینجا و چه ساز زیبایی میزنن، چه جوابهای بایسته میدن. فکر کنم بیات اصفهان بود. بله، خیلی خیلی زیبا. اینها یادگاران هنری اون روزگار هست. میگوید می نوش. حالا تصور میفرمایید روزگار چی شده امروز. این ملعون میگوید می نوش. نه خیر، خمس و زکات بگیر، چه می نوش. بله، یک داستان غم انگیزم هست. این مطالبی که واقعا از ایران بیرون میاد، تمامی جگرسوز، ضد میهنی، آقا آدم غصهش میگیره، گریهش میگیره، چی بگم. این داستان این یوز آسیایی که او رو برانداختن در تمام آسیا. این یوز وجود داشته، یکی از زیباترین چیزهایی است که خداوند خلق کرده. نگاه کنید، در حال
دو هست، زوم کرده روی شکار و این در اسطوره های ما هست، در تاریخ و فرهنگ ما هست. این یوز آسیایی ساب اسپیشیز یوز آفریقایی هست. بچه‌هاش هم لطفا نشون بدین. چیزی زیباتر از این بچه‌های یوز من به عمرم ندیدم. نگاه کنید، انگاری موهاش شونه کرده بالا. این مثلا یه ماشه، 2 ماشه. و این یوز 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه، چون بقیه جانوران به خصوص گربه‌سانان به علاوه کفتارها به محضی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت رو از صحنه بیرون کنن. اینا بچه های همدیگر رو میکشن، این گربه‌سانان بچه های هم میکشن. خود شیرها فرض کنید وقتی وارد خانواده شیر میشه، به خاطر خودش جاگزین کنه خودش رو، اول باید شکست بده شیر نر رو که مواظب خانواده است، و شیر نر رو شکست داد، بچه های شیر مادر رو میکشه اگر از 2 سال کمتر باشن. پلنگ ها که میخواد نسل خودش رو در اونجا رواج بده، یه بچه های غیر رو من نمیخوام، میگیره میکشه. و یوزها همچنین. این زبان بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه. بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میره، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه. جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یا همچین چیزی. و این یک در واقع هدیه گرانبهای طبیعت هست. یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوچ دیدم، این که تفنگ قراضه انگلیسی پیداست، عکس قدیمه، یوزو کشته، 2 تا بچه های زبون بستش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه تو میبری؟ چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار. سرمایه های تو هستن بابا، اینا سرمایه ملی هستن. این حیات وحشی ایران اینطور نیست که شما خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید، پوست یوزها رو هم بکنید بفروشید. هیچ مملکت عین مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که هیچ چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران. ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود، برانداختن. ببر انواع مختلف داره، یه دونش هم به نام ساوت چاینا تایگر. اون بله نگاه کنید تو رو خدا، اینم یکی دیگه است از اون عکس. یوزک زده کشته با افتخار تمام. دیدید نمیدونم کجا بود، لباسش شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها در حال عقب نشینی هست تعداد یوز و شیرها هم همینطور. 7,000 تا 10,000 یوز در آفریقا هست دیگه نیست. بین 30 تا 50 تاش هم در ایران پیدا شده که متاسفانه 2 تا ماده در بین اینا هست. یعنی این 2 ماده هم اگه تولید نسل نکنن اون نسلش برداشته میشه، از ایران هم برداشته میشه. وقتی که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 12,000. یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12,000. وقتی به شکار میره این تعداد یوز به همراه خودش داره، به کرات و برات.
این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه، برای شکار. خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست و شگفت انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی. حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دستها میگذرن و طرح این حیوان برای سرعت مهره های پشتش خم میشه. خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. از اون بسه شکار میکنه، یک هفتاد میاد از دستش میگیره، شکار میگیره، یه شیر میاد ازش میگیره به محضی که بچه‌هاشو صدا میکنه یه جک و جونوری پیدا میشون. تو آفریقا اول لاشخورا پیدا میشن. لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدوون، شیرا میدوون، میاد دستش میگیره. گرسنه برمیگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانی است که endangered هست. و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیماها زدن و یک روز به نامش کردن. و هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفتن آقا 2 تا از اینا به ما بدین، یه نر یه ماده ما ببریم، چون خودشون این کاری کردن. شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن. شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد. در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی میگوید امروز بله پادشاه که منظورش مسعود غزنوی 6 شیر شکار کرده. داستانش نوشته که یکی از اینها پرید جلو زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر، در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوانات نزد شیره. اینا خانوادگی زندگی میکنن. شیر ماده هم از جان خودش میگذره بچه هاشو دفاع کنه در مقابل شیرای نر غریبه. اینها باری در ایران 2 تا یوز. خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تاسفه، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یک گاوی گوساله چیزی میگیرن، به محضی که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده است بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مزرعه، به ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و این یوز رو دارت میکنن. دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ میزنن، بیهوش میکنن، بعد به گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هر چی دارن که این حیوان کجاست و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست که راحت باشه فرای از این حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه مثل اوماها و اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32 جور ما گربه‌سان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و این یوز ایرانی آخرین بازمانده های، ببینید اینو دارن به گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن ببینن چه میکنه، فعالیتاش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میرن نبود شکار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا میرفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعا 200 تا نمیدونم در اون میاندشت چند تا آهو هست، جمعا در این پهنای این پارک بزرگ
که حالا ممنوع کردن تیراندازی و اینا، مثل که 150 تا 200 تا. خب یوز بیچاره چقدر باید بگرده، هیچ آهویی باید شکار بکنه، چیزی باید بخوره دیگه. اینا رو دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی الاصل شیلر، رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهویی رو تعقیب میکنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین. تیپ چقدر خوشحال شده بود. از این آدمای خوب در دنیا خیلی هستن. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت. خب بیابون صافه که اون از نفس میفته، بعد میگیرن میذارن تک، این حسین آقا سرش میبره و شب دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن. این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن، حالشو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان. امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهوها بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده. باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناصوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن. این گردن کلفتی هم بود، مرد بیار. فیلمی حالا میرم نشونتون میدم آقا رو یه وقتی، فیلمش هست. گرفتنش، میگه دستامو باز کنین امضا کنم. میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم انگیز. امیدوارم این خبر دروغ باشه. تو گوگل هست، نوشته فقط 2 تا. البته این آمار معمولا به خطا میره، چون اینکه ما دقیق همه بیابان رو بگردیم، یوزا رو پیدا کنیم بشماریم من سخت. اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدم ها تشریف بیارند و ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما. چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن. گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست. حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه ها رو میخرن دونه 6,000 دلار تا 25,000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمی‌داره میاره. اینا 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها و اینا رو بفرستن خانواده عرب. مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگری است در باب این جانور بی‌نظیر زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه عرض می شود که تا 5 دقیقه دیگه خبرم پخش میکنم. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن. اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قوم کشاش بودن، دوستانش بودن.
به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخت، گفت بقیه هم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز. اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این اسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. این خلفا هم همین بودن. این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود. به خاطر خودخواهی هاش 100,000 مسلمان رو کشت. همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک طلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه ایران. میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود. بعد رسیده پسر ابو طالب. این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگری است. داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشند. وقتی که اسلام سر کلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن، با اسلام جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید. تا اینکه مستقر شد و زورش زیاد شد. مثل این آخوندا که زورشون زیاد شد. زورشون زیاد شد. بعد اونهایی که در واقع اسلام رو نمیپذیرفتن و هرگز نپذیرفتند، آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت این معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کن امسال، بذار یک سال بگذره پایا حکومت محکم بشه. خیر، شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست. همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است. اینا از همونا به ارث بردن. آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن اینا رو به ارث بردن. اینا از اجداد طاهرینشون. اینا ساداتن دیگه، نه اسد علیه دیگه. شمشیر کشید رفت اونجا 100,000 تا مسلمان روی هم این آقا به قتل رسون، در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ‌هایی که با علی داشته ما نشنیدیم که یک مسلمان به دست این بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاویه. باید بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان‌ها. این امام حسین هم قربونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموش رو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و به علاوه تعدادی از اعراب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اینجا خدمت شما هست. اجازه بدید که خلاصه خبر رو پخش کنید امیر جان. یعنی شرافت ایران بابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان، تا زمان عباسیان. این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، منتها موفق نشدن. اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده. آدم خداپرست که بخواد خداشناسیش بکنه میره گوشه مسجد، مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده. مثل محمد حنفیه، پسر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو سه تن که استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا.
اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن و قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام او رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فلان بود و او رو کشت، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد اون تاقی بود و یاقی بود و میباسی میکشتن و اینا هم کشتن و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر از 12 سال مثلا که بالغ نشده بودن اونا هم سر ببرن. مثل همین داعش، داستان داعش رو که میدونی، زنها رو هم اسیر کنن. این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم حالا میگن آخوندا، به سنت جدش کشته شد. حالا ما تا کی باید گریه کنیم من نمیدونم، ولی خب بله. حالا میخونم خدمتون. بله، خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا. چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید سخت شاد شد و به برادر خویش عثمان ابن زیاد به بصره خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار، چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست باز داشت، بر اشتری زینی نشست و بران میان شام و خفتن. میان شام و خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن. به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند، چنان دانستند که حسین است چون جماعتی برسیدی سلام کردی. ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که در این دعا آلی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. دیگه آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده دیگه، آلش به چه کسی رب پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدند و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوشک برآمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بگشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود، تحت عنق بسته بود. عمامه خیال میکردن که این حسینه چون خبرش آمده بود. نگو این ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بگشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله به سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود.
خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم. مسلم و اون رفیقش رو برده دار خلافه، سراشون رو بردیدن پر کردن بین جماعت، همه فرار کردن. خیلی خوب، حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو. مشو یعنی نرو. و مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عز وجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله. بله، چون این ابن زبیر همونطور که عرض کردم بالاخره شد فرمان روای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه هم خراب کردن و عبدالله کشتن. واری همه میکشتن، بکش بود آقا. خب و عبدالله ابن عباس که ای پسرم به گفتار کوفیان غره مشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن. اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستان کربلا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ. آخه بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لنلنش هم نتونست این بچه به بنده. یکی از این اشقیا آمد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده. این بچه ها رو چرا بره بکشه؟ میخوای بری کودتا کنی آقا بفرما. میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببره. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبری بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه بدین نگهداری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن. شاید یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخوندا رو تعذیب میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یا آخوندی بود یا آیت اللهی بود آمد نوشت شهید جاوید. اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس. امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران. دو گروه شدن آخوندا. گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندا نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندا رو میشه از بین برد. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده یا از کسایی دیگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوایت خواستندی اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی و همی ترسم که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن امام حسین، این ابن عباس بهش میگفت پسر عموش، طرفدار تو بودن خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا. ترسم که این میترسن این بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر. ترسم که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدند
حسین اون کاروان را بگرفت. بله، گوید به راهنده رو پیش آمدن و خراج همی آوردن بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردن، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترها بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده. حسین اون کاروان را بگرفت، غارت، و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. این کاروان رو غارت کرد، گفت من امامم. یزید کیه؟ حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن، دست داده بودن باشه. مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت. و اینجا مورخ فکر میکنم یک سهو القلمی هم کرده، میگه اون چه خواسته مسلمانان بود بازداد. یعنی چی خواسته مسلمانان؟ کدوم مسلمان اونجا بود که مال مسلمان ها؟ همه اینا از مسلمان ها گرفته بودن، داشتن میبردن. گرفت و غارت کرد. خیلی خوب، پس اینجا جرم، شاید یکی از عللی که میترسید بره پیش ابن زیاد همین غارت این کاروان دولتی بوده. چون ابن سعد گفت من آمدم تو رو بیعت کنی با یزید، وگرنه ببرم پیش ابن زیاد. نمیخواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب، و هر چه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، گفت اون یکی شیر است اندر وادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. این بادیه و وادی اینا در واقع یک در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب پذیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود. ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتند و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت به هر جای عمالی بیرون کرد و نامه یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایتها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی و حسین را بگیری. عهد ری او را داد یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد که بود؟ سعد ابن ابی وقاص، فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود. این نجات میداد، کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر را این سعد نجات داده بود. همون فاتح قادسیه است، مرد بزرگی بوده این سعد و این پسرش بود، این ابن سعد پسر